جمهوری تاجیکستان رو ببینیم که با برد دو رقیب در قسمت فینالی قرار دارد. سایتو تاتسوری ژاپنی سه رقیب را شکست داده است و نبرد میکند برای همین ها نشان طلایی که در تاتامی طلایی است. پهلوان ما 24 سال دارد، رقیب جوانتر است، 19 سال دارد. از روی دستاوردها پهلوان ما نتیجه هاش بالاتر می‌استد و در اپون 84% نبردهای پهلوان کشور ما با اپون جنبست کرده است. این دیدار را اول وان نستی بلژیا داوری میکند. ما را همراه باشد. حالا ما اولی شده تیمور رحیموف را برآمدش نمود. این پهلوان قد بلند تاجیک 24 سال دارد، نشان برنجی دارد از گران پری ولی از گرند اسلم نشان ندارد. این اولین نشانه خواهد بود که تیمور رحیموف برایش تلاش میکند. 19 ساله پهلوان ژاپنی سایتو تاتسوری، پهلوانی که در جام آسیا نشان دارد، یعنی برنده جام آسیا است ولی دستاوردهای بزرگ ورزشی ندارد. این پهلوان جوان ژاپنی 19 ساله با تیمور رحیموف قد بلند تاجیک برای همین مدال طلایی که باز نمایش میدهند در تاتامی طلایی برای نبرد طلایی در این شام طلایی آغاز میشود. حجم سایتو تیمور رحیموف اولین چنگال میزند. دستان دراز تیمور رحیموف، سایتوی ژاپنی که آنها خطر دارند. ژاپنی ها نبرد پهلوانان قوی رو، یعنی پهلوانان سنگین وزن رو بسیار دوست می‌دارند. تیمور رو هم جذب میکند. حتی تدرینر را ژاپنی ها به کشورشون میبردند، فقط از تماشا از تمرین های کیفیت میبردند. اکنون ببینید حالا نبرد پهلوانی ما با ژاپنی است، این کار حاضر نیست. تیمور رحیموف یک و ضربه به سود ژاپنی ها است. سایتوی ژاپنی اولین شده و از ضربه را کار میکند. تیمور نیواز از زمین کار کردند. برخست تیمور پرتافت را حالت تکرارش را میبینیم. سایتو خیلی چالو کنه، دست هم داخل بود. آرام هستند چون پیشتر ژاپنی ها خیلی آرام هستند. نگاه ژاپنی را ببین با سمت ورزشکارش رحیموف. تیمور حالا باید خسته نباشد از این وسط و حرکت کند. باز همون شود. تیمور همینجا پشت پای رقیب مانع میگذاشت. حتی کسی از این تالار صدا هم کرد که این عکس العمل تیمور رحیموف این ژاپنی را کمی سرنگون کرد. نه، تیمور در زمین قوی می‌دارد خود را. اینجا خوب بود کار تیمور رحیموف. باید دوباره با اون شیوهی که رقیب پیش می‌رود با اون شیوه را ندهد. حالا وقت هست، قسمت زیادی وقتی اساسی باقی مانده است. اکنون از دیگ می آیند هر دو پهلوان. ببینید پهلوان ژاپنی هم بسیار قوی است. تیمور میفهم در اینجا باید حرکت کند. حالت کمر داشتند. تیمور رحیم سمت دیگر، هم سمت چپ و هم سمت راست گوشتین میگیرد. حرکت میکند تیمور رحیموف. رقیب را از پای میافتاند، زانو میافتاند. حالا شیدای اول را برای سایتو نشان نمیدهند. داور نه خاموش است. باید با قول دیگر توکل رو پیشا کرد تیمور رحیموف. ما این دیدار را از بالای گریبان داشته است این ژاپنی پهلوان. این شیوه کمی برای قلای نیست برای تیمور رحیموف. حالا زمین کار نمی کند سایتو مربیش. درست پست فرق نداره، ای بالو طرف راست همیشه برای جاوز که تمام جاوز کرده برای تیمور رحیموف مصلحت میدهد مربیش. بعضی از مخلصان رفتیم صدا میکنند. رفتن که نزدیک باید رفت.
یک حالت بسیار شبهناک برای پهلوان ژاپنی. این حرکت تیمور توفت و در حال از این شیوه گشت بسیار قوی است سایتو. حالت دیگر ببینید در اینجا باز ژاپنی کم فعال است. برای تیمور رحیموف شده دادند. آرام هستند ژاپنی ها چون پیشتر آرام هستند. قریب نوبت دوم بود که تیمور افتاد. حرکت های تیمور مقابل این پهلوان سنگین وزن ژاپنی بسیار پرقوت است. سایتو تاتسوری ببینید 19 سال دوران چگونه پرقوت هستند. ژاپنی ها شاهی گشتنی جدا محسوب میشوند، اما تیمور رحیموف این هم افتخار باید باشد که من جمله پهلوان مغول و روس پولشا و روس را مغلوب کرده است. کمال کایتوف و چند رقیبان دیگر را این پهلوان ژاپنی در وزن تو 100 کیلو گشتن میگرفت. اول در وزن تو 90 کیلو بود، بعدا وزن تو 100 کیلو رفت و حالا در وزن سنگین وزن جمعی 100 کیلو گشتن میگیرد. این شاید در منتخب ژاپن اکنون پهلوان جدید شامل گردیده است. تیمور و چه ماتا تیمور فعال میگردد و دوباره متاسفانه ما افتیدیم و نشان نقره برای تیمور رحیموف قناعت کرده است. دوستان عزیز، نشان نقره هم نشان است. از اونی که به نشان برمیگشتیم، حالا این نشان نقره برای تیمور رحیموف پهلوان کشور ما هم مبارک باش. تیمور خوب کار کرد، یگان جای کار نکرد تیمور رو ما ندیدیم. اگر عدالتانه واگذاری کنیم تیمور اما قوتش به این سایتون رسید. پهلوان پر قوت بود از ژاپنی، بسیار جهد خوب کرد. آفرین، نبرد خوب بود. هرچند که تیمور پیش حرکت میکرد ولی تو نرسید. ولی دوستان عزیز، با وجود همه این که دیروز در قلمرو کشورمون تجلیل سرقانون کشور بود، این روز تاریخی با نشان نقره تیمور رحیموف برای همه مردم تاجیک این افتخار است. پهلوانان عزیز، رسیدن به قسمت فینالی خود افتخار است، مخصوصا در وزن سنگین. این علاقه ننگ و ناموس است. من باوری دارم که مردم ما رو خوب میفهمند و نواسته از این برتافتوی بسیار ناقلای پهلوان ژاپنی که ما رو میافتاند. ولی نقره هرچند درخشش از طلا کمتر است ولی از برنجی بالاتر است. این اولین نشان نقره تیمور رحیموف در وزن سنگین از گرند اسلم محسوب میشود. ولی تیمور باز هم باید تمرین کند، باید مربی تجربه دار چون این پهلوانان قوی را مشق دهد تا اینکه آنها به کلاه‌های بلند رسد. اون چیزی که مشق کرده است تا همینجا است و باقی باید در سطح جهانی مشق کند. این رو من باور دارم که مخلصان خوب میفهمند. خب دوستان عزیز، اکنون شاید هرچند که ما سرود ملی رو صدایش رو نشنویم ولی پرچم کشور رو مهم میبینیم که در مقام دوم و تیمور رحیموف پرچم ما بعد از نشانش نقره است. ببینید نقره که میان دو برنجی و یک طلا میبینیم. اگر بگویم که در تاریخ جدای تاجیک این نشان نقره اولین نشان است که برای تیمور رحیموف هدیه میشود، خطا نمیکنیم. محمد مریجا از هیئت رهبری داوران ایجف برای جایزه داران و غالب این وزن نشان تقدیم میکند. هرچند ما در گرند اسلم علاوه سومان محمد بیکوف نشان برنجی آورده است ولی نشان نقره تیمور رحیموف که به طور رسمی گرند اسلم نام گرفتن، این در تاریخ کشتن جدای تاجیک درخشش خیلی زیبا است. تیمور گر
طلا هم نباشد ولی نقره است. این نقره است که برای مردم ما با طلا برابر است. نقره است که در این جشنواره در این دوران صاحب استقلالی کشور ما قدم شد. بیهوده نمیگویم که مسکو رو آهسته آهسته میذاره ولی حالا قطار دیگر پرچم ها پرچم تاجیکستان هم در اینجا بالا می شود. دوستان عزیز این افتخار از خود باکوی آذربایجان هم با یک نشان نقره تیمور رحیموف برای پهلوانان تاجیک جنبست کردید. این نشان نقره که در این جشن تاریخی کشور است یک رویداد تاریخی محسوب شد و همینجا ما این شام با شام نقرگین با شما خیر خوش میکنیم. دوستان عزیز خسته نباشید، طلا هم نزدیک است. با امید رقابت های نوبتی تا برنامه های دیگر با شما خیر خوش میکنیم. شاد و پیروز و سربلند باشید. خیر.